در ابتدای سال 2022 بحث حکومت تاجیکستان با فعالان بدخشانی که از سال 2012 شروع شده است به اوج خود رسیده، باعث فوت بیش از 30 اشتراکچی اعتراضها و چند تن از افسران نهادهای دولتی گردید. گردهمایی و اعتراضهای ماه نوامبر که پس از کشتار گلبدین زیابکوف در شهر خاروق و ناحیه روشان آغاز یافته بود تا ماه می ادامه کرد. طبق اظهارات رسمی، زیابکوف به خاطر مقاومت اثنای بازداشتش کشته شد، ولی شاهدان ابراز داشتند که زیابکوف به پلیس مقاومت نشان نداد و او را اصلا در راه به اداره پلیس کشتند. در این بین با طلب حکومت تاجیکستان شماری از فعالان بدخشانی جامعه شهروندی، خبرنگاران و بلاگرها از قبیل چهارشنبه چهارشنبیف، امردین علاوتچویف، رمزیز شاگونوف و چند تن دیگر از روسیه به تاجیکستان استرداد و به مهلت‌های طولانی از آزادی محروم شدند. در میانه‌های ماه می حکومت عملیاتی به قول خود ضد تروریستی در شهر خاروق و ناحیه روشان را راه‌اندازی نمود که در رفت آن بیش از 20 نفر و از جمله رهبری غیررسمی جوانان بدخشانی محمد باقروف کشته شد. تعقیب فعالان بدخشانی تا هنوز خاتمه نیافته است. در دوام سال 2022 و به ویژه بعد عملیات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، حکومت تاجیکستان کمش 7 خبرنگار و بلاگر را بازداشت و از آزادی محروم کرد. محمد سلطان به 7 سال، ذوقیبک سیدامینی به 7 سال، عبدالله غربتی به 7.5 سال، دلیر امامعلی به 10 سال، الفت خانم محمدشاه و به 21 سال و خوشروز جمعیف به 8 سال زندان محکوم شدند. و در عرفه سال نو، عبدالستار پیر محمدزاده به مدت 7 سال از آزادی محروم شد. مقامات آنها را به افراطگرایی و همکاری با سازمان‌های ممنوع و نشر اخبار دروغ ایبدار کردند. خودشان میگویند گناه ندارند و زیر شکنجه بیانات دادند. سازمان امنیت و همکاری اروپا، گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران آزادی فوری آنها را خواسته است. بحث دیگر که از سالهای گذشته میراث مانده تا حال حل خود را نیافته است، تشخیص و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان است که سال 2022 شاهدی کمش 14 مناقشه خونین گردید. از 14 تا 17 سپتامبر در مرز بزرگترین مناقشه بین دو کشور از زمان استقلال روی داد. تاجیکستان آن را تجاوز نظامی به قلمروش نامیده است. قرقیزستان نیز عین ادعا را دارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت در درگیری ها بیش از 50 نفر کشته و تقریباً 200 کس مجروح شدند. در نتیجه درگیری 62 شهروند قرقیزستان کشته شد که 40 نفر آنها نظامی بودند. تقریباً 200 کس جراحت برداشت. تاجیکستان و قرقیزستان تقریباً 1000 کیلومتر مرز دارند و در حال حاضر بیش از 32% آن تشخیص و علامتگذاری نشده است. تجاوز روسیه به خاک اوکراین که بدون شک از مهمترین حوادث بین المللی سال 2022 می باشد، به حیات مردم تاجیکستان و صدها هزار مهاجر تاجیک مقیم روسیه تأثیری بزرگ داشت. طبق گزارش ها در شبکه های اجتماعی، زادگان تاجیکستان در هر دو طرف جنگ اوکراین اشتراک می کنند. تابستان سال روان، رادیوی آزادی درباره قتل کمش 10 زاده تاجیکستان که از طرف روسیه می جنگیدند خبر داد. شماره تاجیکان در صف نیروهای مسلح اوکراین معلوم نیست. در ماه سپتامبر سال 2022 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سفربری جزئی 300,000 افسر و سرباز به ارتش روسیه را اعلان کرد که از یک طرف تاجیکانی دارای 2 شهروندی را به خدمت در ارتش روسیه وادار نمود. از طرف دیگر به مهاجران تاجیک امکانی با سرعت و به طور امتیازناک گرفتن شهروندی روسیه را فراهم می‌آورد. بعد این فرمان در شبکه‌های اجتماعی نوارهای سفربری صدها تاجیک به جنگ اوکراین جای داده شد. به نوشته مطبوعات روسیه روز 15 اکتبر در قسم نظامی بیلگراد این کشور یکی از چنین نوسربازان شهروند تاجیکستان احسان امینزاده با یک همراهش که او نیز گویا شهروند تاجیکستان بود، در جواب به تحقیر احساس دینی به همیراقانش حمله کرده 11 نفر را کشته و 15 کس دیگر را زخمی کرد. امینزاده 7 ماه پیش به روسیه رفته بود. پیوندانش میگویند او به روسیه برای کار رفته، نیت نداشت در ارتش روسیه خدمت کند و یا به جنگ در اوکراین برود. تجاوز روسیه به خاک اوکراین و ناکامی‌هایش در جبهه موقع کرمل را در بین جماهیر سابق شوروی ضعیف‌تر کرد. ماه اکتبر در یک نشست در شهر آستانه، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست
تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. امامعلی رحمان در این نشست گله کرد که در زمان شوروی به کشورهای خرد آسیای مرکزی مثل تاجیکستان به قدر کافی اعتبار نمیدادند و یک سبب از بین رفتن شوروی در سال 1991 نیز همین بی‌اعتنایی به ملت‌های خرد بود. و بالاخره در چند سال پیش تجلیل کردن و یا نکردن جشن سال نو میلادی در تاجیکستان بحث‌های تندی را به بار آورده بود. برخی از افراد مذهبی تجلیل آن را ناروا می‌دانستند. ولی در پایتخت تاجیکستان ارچه سال نوی قامت افراخته، اکثر مردم سال نو را با تنتنه تجلیل می‌کنند.